امام زمان فرمانروای عالم است. ما معتقدیم امروز امام زمان امیرن، حجتن، ولیین علی جمیع ما سوی الله، ملک و جن و بشر و ذرات عالم همه امامشون امروز امام زمان. او بر همه حکومت میکنه، او بر همه حکومت میکنه. آخوندهای شیعه چنان در گمراهی و ضلالت خود فرو رفته اند که انسان خردمند از سخنان ایشان مبهوت می شود، چرا که شیطان همواره آنها را از یک ضلالت به ضلالت بزرگتری سوق می دهد. یکی از عقایدی که پیوسته بر خرافات آنها می افزاید عقیده امامت و مهدویت است که از اعتقادات وارداتی ابن سبع یهودی به موضوع وصیت آغاز گردید، سپس به عقیده عصمت و بعد از آن به برتر بودن امامان نسبت به پیامبران و فرشتگان ارتقا نمود. این عده به همین حد نیز اکتفا ننمودند، بلکه با گذشت زمان امامان را به مقام خدایی رساندند و تمام صفات و اختیارات الله متعال را به آنها نسبت دادند و سخنان این آخوند نیز یکی از همین نمونه هاست که در آن یک موجود خیالی به نام امام زمان را حاکم بر همه ذرات عالم، حتی حاکم بر فرشتگان و جن و انس می داند، حالان که چنین حاکمیت مطلقی ویژه ذات باری تعالی است و بس. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. بگو پادشاهی و فرمانروایی بر همه چیز به دست کیست و کیست که امان می دهد و هیچ کس در برابرش امان نمی یابد اگر شما می دانید. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ذاتی که فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن اوست و هیچ فرزندی بر نگرفته و در فرمان روایی شریکی ندارد و همه چیز را آفریده و آنها را به اندازه مقرر کرده است. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. بگو آیا به آنچه که جز الله می‌خوانید توجه کرده اید؟ به من نشان دهید چه چیزی از زمین را آفریدند و آیا در آفرینش آسمان ها مشارکتی داشته اند؟ اگر راست گویید کتابی پیش از این یا بازمانده‌ای از دانش گذشتگان را برای من بیاورید که ادعای شما را تایید کند و هیچ کس گمراه تر از کسی نیست
که کسانی جز الله را به فریاد می‌خواند که تا روز قیامت نیز درخواستش را پاسخ نمیگویند و آنان از دعا و درخواست ایشان بیخبرند. و هنگامی که مردم گرد آورده شوند دشمن آنان خواهند بود و عبادتشان را منکر میشوند و نمیپذیرند.